In 1959, one of the original Traitorous 8, Robert Noyce, created the first integrated circuit. Like the transistor before, the integrated circuit was a technology with huge potential, and he knew that. In 1968, he left Fairchild to start his own company, and he was joined by his colleague and fellow traitor Gordon Moore, who had famously postulated Moore's Law. To fund their venture, they went to Arthur Rock, the acclaimed investor who had arranged their original deal with Sherman Fairchild a decade earlier. With $3 million of initial capital and the creative portmanteau of integrated electronics, Noyce and Moore founded Intel on July 18, 1968. شما شنونده جلد دوم کتاب تجارب رهبران پیشرو هستید. داستان سوم. مور، نویس و گروو بنیانگذاران شرکت اینتل. گوردون ایرل مور، رابرت نورتون نویس و اندرو استفان گروو افرادی بودند که شرکت اینتل را در سال 1968 تأسیس کردند. سرمایه اولیه جذب شده برای شروع کار اینتل $2.5 میلیون گزارش شده است که 2 سال پس از تأسیس با عرضه عمومی سهام به $6.8 میلیون رسید. اندرو گروو یکی از بنیانگذاران اینتل در روزهای ابتدایی بود که بعدها به عنوان مدیرعامل در شکلگیری دوران طلایی اینتل در دهه‌های 1980 و 1990 میلادی نقش مهمی ایفا کرد. بنیانگذاران اینتل، گوردون مور، شیمیدان و رابرت نویس، فیزیکدان، افرادی بودند که به عنوان مخترعان مدارات مجتمع شناخته می‌شوند و نقش تحقیق و توسعه را در اینتل پررنگ کردند. شروع به کار شرکت. شرکت اینتل در ابتدای تأسیس به عنوان تولید کننده مدارهای منطقی شناخته میشد، اما بنیانگذاران آن هدف خود را بازار حافظه‌های نیمه‌هادی تعیین کرده بودند. اینتل در سال 1971 اولین پردازنده تجاری جهان را با نام اینتل 4004 به بازار عرضه کرد. یکی از اولین ریزپردازنده‌های جهان نیز در سال 1972 توسط این شرکت تولید شد. در این دوران بازار حافظه‌های اینتل با خطر مواجه شده بود. رقیبان متعددی وارد این بازار شده بودند و ابتدای دهه 1980 میلادی دوران سختی برای اینتل بود. مدیرعامل آن زمان اینتل گوردون مور بود. او با مشاهده پیشرفت خارق‌العاده کامپیوترهای شخصی IBM که از محصولات اینتل استفاده می‌کرد، تصمیم گرفت زمینه کاری شرکت را روی تولید پردازنده‌ها متمرکز کند. فناوری‌های ابداعانه اینتل در این بازار به تولید کنندگان امکان می‌داد که کامپیوترهایی با ابعاد کوچک طراحی کنند. گذار صنعت فناوری از کامپیوترهای بزرگ به مینی کامپیوترها و سپس کامپیوترهای شخصی حرکتی بود که با اتکا به نوآوری‌های اینتل در آن زمان محقق شد. از سال 1980 دوران طلایی این شرکت به عنوان بزرگترین تولید کننده سخت افزار کامپیوتر شروع شد. موفقیتی که به مدت 10 سال ادامه داشت. اندرو گروو در سال 1987 جایگزین مور شد. اقدام هوشمندانه او در ایجاد کمپین بازاریابی اینتل اینساید وفاداری به این برند را به طور چشمگیری افزایش داد. عرضه پردازنده‌های پنتیوم در پایان دهه 90 نیز نقطه عطفی در تاریخ این شرکت با مدیریت گروو بود. دوران اوج کامپیوترهای شخصی و تقاضای بالا برای پردازنده این کامپیوترها در ابتدای دهه 2000 میلادی با افت شدیدی مواجه شد. از طرفی رقبای بزرگ اینتل و در صدر آنها شرکت AMD با عرضه محصولات جدید و رقابت در قیمت توانستند بخشی از سلطه اینتل را با خطر مواجه کنند. در ابتدای سال 2000 رشد سخت افزارهای کامپیوتری بیش از نیاز نرم افزاری بود و پس از مدتی کاربران به این نتیجه رسیدند که با هزینه‌های کمتر نیز میتوان کامپیوترهایی با قدرت
مناسب تهیه کرد. این اتفاق باعث شد رقبایی همچون AMD سهم چشمگیری در بازار کسب کنند. از طرفی تقاضا برای کامپیوترهای پیشرفته پس از حباب.com کاهش پیدا کرد و همین امر موجب شد سوددهی اینتل کاهش بسیاری داشته باشد. به هر حال اتفاقات پیش آمده خبر از رقابتی سنگین و شکست‌های متعدد برای اینتل می‌داد. محصولات اینتل. همانطور که پیش از این گفته شد، اولین محصولات اینتل حافظه‌های استاتیک و داینامیک بودند. پس از مدتی، مهندسان این شرکت مسیر محصولات را به ریز پردازنده‌ها تغییر دادند و اینتل 4004 در نوامبر سال 1971 به بازار عرضه شد. به طور حد، اینتل موفقیت‌های بزرگ دهه دوم خود را به کامپیوتر شخصی IBM مدیون است. این شرکت در سال 1981 کامپیوتر شخصی خود را معرفی و از پردازنده اینتل 80286 در آن استفاده کرد. در سال 1986 اینتل به دلیل تقاضای تولید کنندگان کامپیوتر شخصی فناوری پردازنده‌های اولیه خود را با دیگر تولید کنندگان پردازنده همچون AMD به اشتراک گذاشت. مدیرعامل وقت این شرکت یعنی اندرو گرو تصمیم گرفت مسیر تولیدات شرکت را حرفه‌ای‌تر کند و محصول بعدی را با رقبا به اشتراک نگذارد. این محصول که اینتل 386 نام داشت در کامپیوترهای شخصی شرکت کامپک استفاده شد و سلطه اینتل را در بازار سخت افزار تضمین کرد. با شروع سال 1989 فرمانروای صنعت پردازنده تصمیم گرفت دوره زمانی عرضه محصول جدید را به 2 سال کاهش دهد. در همین زمان آنها کار روی پروژه‌های جدید با کدهای P5 و P6 را آغاز کردند. در این سالها تیم طراحی جدید شرکت ابتدا پردازنده خود را با نام 486 طراحی کرد که بعدها با نام ماندگار پنتیوم به بازار عرضه شد. در سال 1993 پردازنده P5 با نام تجاری پنتیوم تحت مالکیت اینتل ثبت و به بازار عرضه شد. کد P6 نیز ابتدا با نام پنتیوم پرو در سال 1995 و پس از آن با کمی بهبود با نام پنتیوم 2 به بازار آمد. نام ایتانیوم برای اولین محصول اینتل با معماری 64 بیتی استفاده شد. بخش محصولات فوق پیشرفته اینتل با نام اینتل ساینتیفیک کامپیوترز در سال 1984 تأسیس شد. هدف از تأسیس این بخش تولید ابرکامپیوترهایی با استفاده از پردازنده‌های اینتل بود. از جمله محصولاتی که در بخش یاد شده طراحی و ساخته شدند میتوان به ابرکامپیوترهای متعددی همچون پاراگون و ASCI اشاره کرد. اینتل در سال 2014 اعلام کرد که قصد دارد از پرتوهای نوری برای افزایش سرعت ابرکامپیوترها استفاده کند. این تصمیم در سال 2015 به صورت رسمی اجرایی شد و از آن زمان در ابرکامپیوترهای اینتل فقط از پرتوهای نوری برای تبادل داده‌ها استفاده می‌شود. اینتل علاوه بر همکاری در زمینه تولید دستگاه‌های هوشمند، پردازنده‌های جدیدی را بر اساس فناوری‌های روز تولید می‌کند. در این راستا می‌توانیم به پردازنده‌های سیستم عصبی نروانا اشاره کنیم. هدف استفاده از این پردازنده‌ها در محیط مراکز داده است تا سیستم‌ها برای اجرای وظایف سنگین هوش مصنوعی و یادگیری ماشین فقط به پردازنده‌های زئون وابسته نباشند. اینتل 2 پردازنده از سری پردازنده‌های نروانا را در سال 2019 معرفی کرد که از آنها برای آموزش سیستم‌های هوش مصنوعی و همینطور استنتاج در مراکز محاسباتی بزرگ استفاده می‌شود. جدال بین رقبای دیرینه بازار پردازنده‌ها.
رقبای اینتل مانند AMD شرکت اینتل را به رقابت ناعادلانه متهم می‌کردند. آنها معتقد بودند که اینتل با پرداخت پول به شرکت‌های تولید کننده کامپیوتر آنها را وادار می‌کند تا محصولات رقبا را در کامپیوترهایشان استفاده نکنند. ابتدای دهه 1980 میلادی رقیبان متعددی وارد بازار شده بودند و آن زمان دوران سختی برای اینتل بود. با افزایش سلطه این برند در بازار سخت افزار، شکایت‌های متعددی از آنها صورت گرفت و چالش‌های حقوقی هم به مشکلات روزمره اینتل اضافه شد. وضعیت کنونی برند اینتل. در سال 2013 برایان کرانیچ در مقام ششمین مدیر عامل اینتل جایگزین پاول اوتلینی شد. در سال 2021 این سمت به پاتریک گلسینگر رسید. ساختار استخدامی شرکت اینتل عموماً به صورت پیشنهاد از داخل عمل می‌کند، به ویژه در سمت‌های مدیریتی. این شرکت در مقابل استخدام افراد خارجی مقاومت نشان می‌دهد و تمام مدیران آن تاکنون از میان کارمندان سابق انتخاب شدند. قوانین بازنشستگی و اتمام مأموریت مدیر عاملان نیز در این شرکت بسیار محکم است و باید حداکثر تا 65 سالگی در این شرکت فعالیت کنند. اینتل از پیشگامان عصر دیجیتال است و به عنوان اولین تولید کننده پردازنده و برند با ارزش این صنعت در دنیای امروزی شناخته می شود. این شرکت آمریکایی به ساخت پردازنده‌های x86 که امروزه در اکثر کامپیوترها استفاده می‌شود معروف است و همکنون دفتر اصلیش در سانتا کلارای کالیفرنیا قرار دارد. طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده توسط فورچون و فوربس، درآمد این شرکت در سال 2021 حدود 80 میلیارد دلار بوده و سود خالص آنها حدود 20 میلیارد دلار گزارش شده است. این شرکت همکنون حدود 122,000 کارمند دارد و شرکت‌های بزرگی همچون هر، مکافی، موبایلی و وایند ریور سیستمز در قالب زیرمجموعه آن فعالیت می‌کنند. درس‌آموخته‌هایی از مهارت‌های زندگی و اندیشه‌های کسب و کار اندرو گروف. 1. او بر اهمیت جلساتی که مدیران برگزار می‌کنند تاکید می‌کند. کارمند باید درباره موضوع هر جلسه آگاهی داشته باشد و مدیر از طریق تصمیم‌گیری‌های چالش برانگیز مشاغل زیر مجموعه را راهنمایی کند. 2. با گذشت زمان کارمندان به آموزش کمتری نیاز دارند و این یعنی مدیر به افزایش چشمگیر بازدهی کارمند کمک خواهد کرد. 3. همانطور که نمیگذارید کارمندان چیزی گرانبها از شرکت شما بدزدند، نباید بگذارید که وقت با ارزش شما را نیز از بین ببرند. 4. موفقیت به فرد توهم بی‌نقص بودن می‌دهد. این توهم به شکست می‌انجامد. کسی همیشه موفق خواهد شد که همواره به کامل بودنش شک داشته باشد. 5. تمام مشکلات راه حلی فناورانه ندارند. اگر هم داشته باشند، این نوع راه حل ماندنی ترین روش به شمار نمی رود. 6. اینترنت همه چیز را تغییر نداده است. هنوز نتوانسته است رابطه میان عرضه و تقاضا را تغییر دهد. 7. در روزگار مدرن، رهبران و مدیران باید عملکردی سریع و چابک داشته باشند، زیرا سرعت هجوم فشار کار افزایش یافته است. 8. اگر به من حق انتخابی میان جهانی آشفته و دنیای آرام بدهند، من جهان آشفته را انتخاب می کنم، زیرا این جهان پر از فرصت است. 9. کمپانی‌های بد تحت تأثیر بحران نابود می شوند. شرکت‌های خوب از آن جان سالم به در می‌برند، اما بهترین ها از بحران استفاده کرده پیشرفت می‌کنند. 10. حرفه شما در حقیقت کسب و کار شما به شمار می‌آید و شما مدیرعاملش هستید. آن را مدیریت کنید. 11. اگر شخصی از شما یا نحوه کارتان انتقادی کرد، ابتدا آن را بررسی کنید تا ببینید داستان از چه قرار است. اگر فهمیدید که راه را اشتباه رفته اید، به سرعت روش درستی در پیش بگیرید. 12.
شرکت اینتل با شرکت‌های گوناگونی همچون IBM، مایکروسافت، اپل، نوکیا و سامسونگ همکاری‌های مشترکی داشته است. هدف از این همکاری‌ها توسعه سیستم عامل روی سخت‌افزارهای شرکت اینتل بوده است که نمونه‌ای از نوآوری باز محسوب می‌شود. 13. اندرو گروو با توجه به نیاز بازار و فرصت پیش آمده تصمیم گرفت محصول اینتل 386 را فقط در کامپیوترهای شخصی شرکت کامپک استفاده کند و این موضوع سلطه اینتل را در بازار سخت افزار تضمین کرد. 14. ساختار استخدامی شرکت اینتل عموماً به صورت پیشنهاد از داخل عمل می‌کند و تمام مدیران آن تاکنون از میان کارمندان سابق انتخاب شده‌اند. 15. در ابتدای سال 2000 تقاضا برای کامپیوترهای پیشرفته پس از حباب.com کاهش پیدا کرد و همین امر موجب شد سوددهی اینتل کاهش چشمگیری داشته باشد. این اتفاق نشان میداد که رهبران اینتل شناخت درستی از نیاز مشتریان نداشتند. 16. اندرو گروو با اقدام هوشمندانه خود در ایجاد کمپین بازاریابی اینتل اینساید وفاداری به این برند را که متخصص ریز پردازنده است به طرز چشمگیری افزایش داد. تیم طراحی شرکت اینتل پردازنده خاص خود را با نام ماندگار پنتیوم تحت مالکیت اینتل ثبت و به بازار عرضه کرد. 17. شرکت اینتل برای طیف وسیع از نیاز مشتریان بازار محصولات متنوعی مانند ریز پردازنده، حافظه، محاسبات ابری و هوش مصنوعی تولید و عرضه می‌کند. 18. گذار صنعت فناوری از کامپیوترهای بزرگ به مینی کامپیوترها و سپس کامپیوترهای شخصی حرکتی بود که با اتکا به نوآوری‌های اینتل برای انطباق با تغییرات در آن زمان محقق شد. و 19. توجه نداشتن به منحنی عمر محصول و رشد سخت افزارهای کامپیوتری بیش از نیاز نرم افزار عاملی منفی برای اینتل بود. در نهایت کاربران به این نتیجه رسیدند که با هزینه‌های کمتر میتوان کامپیوترهایی با قدرت مناسب تهیه کرد. این اتفاق باعث شد رقبای همچون AMD سهم چشمگیری نسبت به اینتل در بازار کسب کنند. داستان بنیانگذاران شرکت اینتل را شنیدید. تهیه شده در استودیو داریا همراه.